با سلام، از مجموعه آرامیسکار در خدمت شما هستیم و در این ویدیو قصد معرفی دستگاه‌های اورجینال خودروهای هیوندا و کیا رو داریم. در همین ابتدا نکته‌ای که باید ذکر بشه اینه که هر دوی این دستگاه‌ها اگرچه این رنگ برای خودروهای هیوندا در واقع نوشته شده یا رنگ قرمز که برای کیا نوشته شده، نکته اینه که هر دو دستگاه برای هر دو برند قابلیت استفاده دارن. شما با این اینترفیس هم میتونید خودروهای هیوندا و هم خودروهای کیا رو ایبیابی کنید و با این اینترفیس هم به همین صورت هر دو برند رو میتونید ایبیابی کنید و این بسته به سلیقه خریدار هست که کدوم رنگ رو انتخاب میکنن. اما همونطور که گفتیم هر دو دستگاه مانند یکدیگر هست و اینترفیس اصلی دستگاه دکمه پاور دستگاه در قسمت جلو، LED های مربوط به برق دستگاه، اتصال به خودرو و LED اتصال به کامپیوتر رو مشاهده می‌کنید. در قسمت بالای دستگاه پورت اتصال به کامپیوتر، پورت اتصال به خودرو و کانکتور برق دستگاه برای زمانی که بخوایم به صورت جداگانه دستگاه رو روشن بکنیم. قسمت‌های کناری دستگاه با بامپرهای لاستیکی پوشیده شده که برای جلوگیری از ضربه خوردن دستگاه طراحی شدن. اینترفیس تریگر یا ماژول تریگر دستگاه رو مشاهده می‌کنید که این اینترفیس برای ذخیره‌سازی اطلاعات در هنگام ایبیابی دستگاه ازش استفاده میشه و کانکتور اصلی دستگاه که کانکتور OBD هست از این قسمت به اینترفیس و از این قسمت به خودرو وصل میشه. کانکتورهای دیگه مثل کانکتور 20 پین کیا که از یک سمت به OBD دستگاه و از این سمت به کانکتور خودرو وصل میشه. کانکتور 12 پین هیوندایی هست برای خودروهای قدیمی‌تر هیوندا که اینم باز از یک سمت به خودرو و از یک سمت به کانکتور OBD وصل میشه. کانکتورهای دیگه برای ایبیابی و آداپتور اصلی دستگاه رو مشاهده میکنید برای روشن کردن دستگاه در زمانی که ما بخوایم برق رو به صورت جداگانه به دستگاه بدیم و کانکتور USB دستگاه برای اتصال اینترفیس به کامپیوتر. این بود توضیح کوتاهی از دستگاه‌های GDS هیوندا و کیا که البته نرم افزار اونها به صورت اختصاصی در واقع از طرف شرکت آرامیسکار تامین میشه و به صورت آنلاین هست و شما میتونید هر 2 هفته یه بار آپدیت های لازم رو از وبسایت های هیوندا و کیا برای نرم افزار GDS دریافت بکنید. متشکرم.